استاد جان آیا چیزی دزدی را خوردن جایز است؟ نه، اگر بدونی که همین چیز دزدی است خوردنش حرامه برادر عزیز، اجازت نیست. استاد جان درباره حرمت شوهر کمی صحبت میکردیم. من انشاءالله در این باب بهت صحبت های بسیار دارم. شما از همونجا مراجعت کنین. هم حرمت زن هم حرمت شوهر شاید اگه به مبالغه بگیم ده، به یگان تعریف بگیم، این قدری که من در این باب گپ زدگیم خیلی الله دانا هست، شاید بسیاری ها این صحبت کردگی نباشه. این قدری که من در گردی همین حرمت زن و حرمت شوهر گپ زدگیم. حاضرم باز گپ زدم، در اینجا پیشتر گپ زدگی بودم. برای همین از صحبت های پیشتری ما استفاده برین، انشاءالله بسیار خوب می شود، زیرا که وقت می گیرد. در اینجا بابا جان، شخصانی که در سایت های اجتماعی چیزهای فحش می مانند، بعد وفاتشون کسی آن را بیند، گناه با همان شخص می رود. و شخصانی که پند و نصیحت و چیزهای اسلامی می مانند، بعد وفاتشون ثواب با همان شخص می رود. البته هر کسی که یک کار زیشتی از او باقی می مانه و مردم از همو کار زیشتی همو مثل همین گفتی شما که یگان برنامه فحش و فحشایی می ماند یا یک صورتی بی‌معنی را می ماند یا یک صورت بی‌معنی را می کشد، تا وقتی همو هست کسی می بیند چی مقداری همو گناهگار می شود، همو مقدار وی هم گناهگار شدیده. لیکن از کسی اگر یک کاری نیکمان، یک عملی خیرمان مردم از او استفاده کردن، همو مقدار ثواب با در حقی او هم رفتن میگیرن. سوال دیگر، استاد جان مادری 45 ساله دارم، پدرم وفات کرده است، من به او شوهر دهم ثواب میگیرم؟ برادرای عزیز، یک کار است هم امروز در تاجیکستان ما بگیم، وقتی پدر میگذرد مادر شوهر کردن نمیتوند، یا مادر بگذرد پدر زن گرفتن نمیتوند. از حساب چی؟ ای حساب فرزندا. میگه حاضر زن بگیرم، اگه از بچه ها نمیگن، میگه همین دختران غمش میتن. اگر به شرط شوهر کنه همین جنبا بچه ها نه، با دختران غمشون میتن که تو مقصد شوهر کردی. برای همین برادرای عزیز، یکمش که این دادر ما گفته است مادر ما شوهر بتون ثواب میگیرم، بله ثواب میگیری. لیکن مادر و پدر وقتی زنش میبرد یا شوهرش میبرد، همینجا ده اونها صاحب اختیارن. این قدری که بیچاره میترسن فرزندا و ایلا باید فرزنده نپرسی که بچم من نیت زنگیری دارم، او چی کار دارد؟ او حق ندارد که مقصد پدر بگه پدر اولی زن نگی، اولی یک سال پس زن بگی یا فلانی را بگی، او حق ندارد. فرزندی به عقل باشد خودش مثال از بس که امروز همین آفت آمده بگه پدر مقصد شما که اختیار داریم، ما فرزندای توییم، اگر یکی از جانب ما مقصد یگان فکر اندیشه داشته باشی ما همه راضیم، ما منتظر یک کف دعای توییم. زن میگیری، کیره میگیری، پدرش اختیاری تو. یا مادرت اگر وقتی که جوانه یا مقصدش فرق ندارد، پیرم که باشد وقتی میخواهد شوهر کنه، شما او را از پیشش مقصد برای آنی که همین مادر از شما شرم میکند یا میترسد، دو چیزای، یا میترسد یا شرم میکند، از پیش بگذار که مادر این زن شوهرداری قانون الهی است. ما حق نداریم که مقصد در شوهر کردن تو یگان
ممانعت مثال ایجاد کنیم. برای همین مادر عزیز هر کسی در دلت میکشه، هر وقتایی که میخواهی شما آزادین. ای طرف ما انشاءالله یگان گپ خبر نمیشود، فقط در حق مادر جان داک. انمی کار برادرها خواهرها بکنید، زیرا مادرها را میفورد شوهر کنند، پدرها را میفورد زن بگیرند، لیکن از همو طعنه های شما، ای خصلت های مثال ممکن همو زن میگیرد میاد دخترها غمش میتن، ای در جاگه خوابی اوچای من خواب کرد، ببینین ای در جای قدمی اوچای من قدم ماند، ای اوتای من اوچای من فراموش کرد. با همین گپاتون یک باره خداتون بدبختی دنیا و آخرت میکنه، یک باره پدر در حقتون دوی بد میکنه. برای همین بسیار تا شو میبینن. همین کارا نکنین. پدر و مادر گذشت ای قضای الهی بود و یا پدر نکش کو، یا پدر گذشت مادر او را نکش کو، ای قضای الهی بود. اگه دوام عمرش باید که بی زن و بی شوهر نمیشود کو. در همین چیزا خواهرها و دادرها خلل پذیر نشید، اختیاریشون کنین. اگر زن گرفتن رنگ مادرت حرمتش کن، اگر شوهر کرد رنگ پدرت حرمتش کن، انشاءالله شما ثواب میگیرین. برادرای عزیز، خب اگر از شیعه ها پشتیبانی کنی گناهگار میشی. برادرای عزیز، همون شیعه ای که اگر قرآن بگد قرآن اصلی نیست، ابوبکر عمر این بگیم دو جوانمردی با تقوای خادمای دین وقتی حقارت کنن، عایشه مادرمون حقارت کنن، بگن کشتن اهل سنت فضل درجه داره، اگر از زمینا پشتیبانی کنین شما گناهگارین. لیکن اگر همون شیعه های باشن که بگد ما از همه گپ های آخوندامون، همه کتاب هایی که در ما هستن بیزاریم، ما ابوبکر و عمر همچون خلیفه های پیغمبر میدونیم، عایشه را مادر میدونیم. اگر چنده من شیعه هم که باشم، لیکن من چگونه علی را دوست میدارم، ابوبکر را دوست میدارم، ما اینهاش همچون برادرای خودمان میدونیم. خب آیا اسمی اسمیه اسلامی اسمیه نیو اسماء این دختر ابوبکر صدیق بود، اسماء بگذارین انشاءالله درسته. استاد جان من در مهاجرت هستم، بعد از وفات مادرم پدرم بیماری روحی شد، برادرانم خورد هستند، همسایه ها شکایت میکنند که پدرت دشنام های قبیح میکند. مرا بابا جان آیا شریعت اجازت میدهد که پدرم را در بیمارخانه کسلی های روحی نگاه بین کنم؟ خب این برادر ما سوال داده است که وقتی که مادرش از دنیا گذشتن پدرشون کسل روحی شده است، در کوچه غم میتد، حقارت میکند، آیا همین را من بیمارخانه برم؟ ما امروز خداوند سپاسگزاری میکنیم برادر عزیز که شما اگر دیده باشین چندین سفرهای همین رهبر دولت ما بیشتر توجهش در همین بیمارخانه ها هست و در یتیم خانه ها. انم در جاهایی که همین مردمی بیمار هستند بسیار شرایط های بهترین کردگی هست، حتی ای خانه هم شرایط های خوب کردگی هست. برای همین اگر همین آدم مثال سبب آزار درن خانه و کوچه شود، هیچی باقی ندارد که شما برده اگر در همون بیمارخانه را نگاه بین کنین، در همونجا دستان برسد مبلغ گذاری کنین تا که نه تنها پدری تو با دیگرها هم از همین آب و نانی تو بخورن، خدا خواهد ثواب می شود
انشالله یگان گناهی نیست، زیرا که شما مثال از روی بیزاری نکردیسین یا مقصد برای آن که پدر دیگر پیر شده است من در کار نیست به این خاطر نکردیسین. شما به خاطری که وای سبب اذیتی خودت و مردم شدیسته. برای همین خوبش همینه که در آن بیمارخانه آمده همونها را نگاه و بین کنین. خدا روزش که تمام کرد بعد گروه چوشتا با اشتراک میکنین. الهی مهربان ایمانامون بازم کامل کند، خاتمه آمون بخیر کند. الهی مهربان بازم توفیق منتید که آنچه را که شنیدیم با او پایبند باشیم، عمل کنیم و الهی مهربان گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری هامون شفای کامل تید و خدای مهربان هر آرزوهایی که داریم در دل هامون، چی دنیایی باشد چی اخروی باشد، اگر نیک باشد الله حاصلش گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.